بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. ما درس خود را از شرح نماز و ارکان و واجبات آن دوام میدهیم. از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، شرح از آن شیخ علامه عبد المحسن بن حمد عباد، الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. میفرماید که عود الى بقیه شروط الصلاة، برگشتن به باقی شرط های نماز. برای چی اینو گفته شده است؟ برای خاطر آن که وقتی که شرط یکم و دویم و سوم و چهارم را ذکر کرد، در آنجا یعنی که حدث گفته، بنابراین آیدی حدث یعنی که چی لازم دید که اکنون باید که درباره وضو و شکننده های او و شرط های وضو، بعد از که اونها را تمام کرد با دوام میتید شرط های نماز را. قوله الشرط الخامس ازالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة، ودليل قوله تعالى وثيابك فطهر، یعنی شرط پنجم برطرف کردن نجاست می باشد از سه چیز: از بدن و از جامه و از جای نماز. و دلیل قول الله تعالی است و ثيابك فطهر، و جامه های خود را پاکیزه بکن، تازه بکن. خب، والمعنى شیخ شارح می فرماید که والمعنى ان الانسان قبل صلاته يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقعة التي يصلي فيها من نجاسة إن وجدت. معنی آن است که انسان پیش از نماز خواندنش باید اون نجاستی را که اگر یافته شد و اگر دیده شود، اگر باشد در بدنش یا که در جامعش یا که در جایی که نماز میخواند اگر باشد، باید که همون نجاست چکار کند؟ دور کند. اکنون دور کردن نجاست به چی میشود؟ و ذلك بغسلها بالماء، این با شستن همون نجاست میشود با آب. فإن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة، اگر مبادا نماز خواند، نماز گذارد و بر او نجس باشد، در بدنش یا که بیم در جامعش نجاست باشد و نمیدانسته باشد مگر بعدی تمام شدن نماز یا که نماز تمام کرد بعد دانست، فإن صلاته صحیحه، البته نمازی چنین کس درست است. و ان علم فی اثناء الصلاة و امکن خلع ما به النجاسه خلعه و استمر فی صلاته، اگر در اثنای نماز خواندن داند که در بدنش یا که در جامعش یا که در پای افزارش نجاست است و امکان داشته باشد کشیده پرتافتن یا که بدر کردن همون چیزی که نجاست آلود است می توانست باشد، در درون نماز از نماز نبرآمده کشیده او را بدر می کند و نمازش مداومت می کند، دوام می دهد. و الا قطع بیند که هیچ علاج کشیدن نیست، علاجش نیست، نماز چکار میکنه؟ قطع میکنه. لانه صلی الله علیه و آله و سلم صلى باصحابه و علیه نعلاه فخلعهما في اثناء الصلاة و اخبرهم بعد فراغها ان جبريل اخبره بان فيهما قدرا. خب، زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اصحاب خود نماز گذارید و پای
پای افضلهای خود را به خود داشته بود، یعنی به پای افضل نماز خواند، اونها را بدل کرد در اثنای نماز خواندن و ایشون را بعد از نماز تمام کردن خبر داد که جبریل وی را خبردار کرد که در این پای افضل ها ناپاکی یعنی که چی بود؟ قدر بود، پلید بود. رواه ابو داود، حدیث را ابو داود روایت میکنه بسند صحیح با اسناد صحیح عن ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان از ابو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقد دل استمراره صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته بعد خلع عليه على صحة صلاة من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة. همین خودش دلالت میکند چی؟ هم دوام دادن پیغمبر صلی الله علیه وسلم در نمازش بعد از کشیدن پای افضلهایش، این دلالت میکند بعد درست بودن نمازی کسی که نماز میخواند یا که نماز خوانده است و بر او یا که در وی نجاست بوده است ندانسته مگر بعد از تمام شدن نماز. لانها لو كانت لا تصح لاستؤنفت الصلاة من اولها، زیرا که اگر نمازی چنین کس درست نمیشد نماز از نو از سر نو چیکار میکنن؟ از سرش آغاز میکردن. و هذا بخلاف من صلى و هو محدث یکی محدث نه، این برعکسی کسی که اگر نماز خوانده ایستاده باشد و بعد بی‌طهارت باشد محدث. فانه اذا علم في اثنائها قطعها، اگر همون شخصی نمازگزار در اثنای نماز داند که بی‌طهارت است قطعها نماز قطع میگرداند و ان لم یعلم الا بعد الفراغ منها اعادها، اگر فقط بعد از تمام کردن نماز داند نماز اعاده میکند، از سر میخواند. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، الله نمازی یگان کسی از شما را قبول نمی کند اگر طهارتش شکستگی باشد تا طهارت نکند، تا وضو نسازد. رواه البخاری و مسلم، حدیث بخاری و مسلم روایت کردن و قد تقدم، یعنی این مسئله گذشت. و اذا وضع المصلي فراشا على الارض التي فيها نجاسه، اگر شخصی نمازگزار یگان گلیم پرتاید در بالای زمینی که در اون زمین اساسا نجاست است، در بالای نجاست چیکار کرد؟ گلیم پرتاید، یگان لباس یگان او كان تحت الارض التي يصلي فيها اماكن لقضاء الحاجه، یا که در زیر زمین، آن زمینی که بالای بیان نماز میخواند در زیر همون زمین چه جایهای باشند که برای قضای حاجت باشند، یعنی چه مثال او مجرى میاه منجسه، یا که گذرگاه آبهای که نجس باشد، تربه های نجس و حاجت خانه باشند. فإن الصلاة صحيحة لعدم مباشرة النجاسة، البته نماز درسته برای خاطر چی با نجاست مباشرتا، یکی یعنی بینشون واسطه است، بیا واسطه نیست. وقد اورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى، ابن كثير در تفسیر خودش، یعنی در صاحب تفسیره، در از قول الله تعالی چنین وارد کرده است، ذکر کرده است که و ثیابک فطهر، جامه های خود را بس پاکیزه بکن. نقولا عن جماعت من السلف في تفسیر ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصی، چند نقله را از جماعی از سلف ذکر میکنه آیه تفسیر این بالطهارتی، یعنی که آیه یعنی نظر به طهارت در اینجا چی رو گفتیم؟ جامه های خود را پاک بکن از چی؟ از گناه و از معصیت ها. ثم قال، بعد از آن گفت که قال محمد بن سیرین ابو بکر الانصاری و ثیابک فطهر ای اغسلها بالماء، پاکیزه کردن لباس ها باشی میشه با آب شستن و قال ابن زید گفت که کان المشرکون لا یتطهرون، یعنی که مشرکا که پاکیزه نمیشستن، پاک که نمیگشتن، برای ما الله تعالی پیغمبرش تاکید کرد که باید تو.
فامره الله ان يتطهر، بنابراین الله پیغمبرش امر فرمود که این پاکیزه شود و ان یطهر ثيابه و جامه هاش چیکار کند؟ پاکیزه بکند. و هذا القول اختاره ابن جریر، این قول ابن جریر اختیار کرده است. ابو جعفر محمد ابن جریر ابن يزيد ابن غالب امام المفسرين، ولد سنة 24 و200 وتوفي سنة 10 و300 24 هجری تولد شد، 13 هجری وفات کرده است. صحیح تفسیر. وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، و این آیت شامل همین اینها می باشد در برابری پاکیزه کردن قلب. این در برابری آن که باید کس قلبش تازه کند، باید که لباسهاش عملهاش چی پاکیزه کند. فإن العرب تطلق الثياب عليه، چون که عرب ها به همین یعنی که لباس ها را به همین معنی داد میکنند. فهمیده؟ یعنی که عرب ها لباس گفته، لباس به معنی یعنی که عمل هم چی معنی داد میکنند، تفسیر میکنند. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.